باور می‌کنی دو تا برند آلمانی اینقدر متفاوت باشن؟ از یه طرف BMW ماشینی که برای عاشقای رانندگیه و از اون طرف مرسدس بنز نمای لوکس بودن و آرامش مطلق. ولی کدومش واقعا بهتره؟ توی این ویدیو قراره با هم بفهمیم که بین BMW و بنز کی پادشاه جاده هاست. پس تا آخرش با من بمون، چون قرار چیزایی بشنوی که شاید هیچ وقت نشنیده باشی. هر دو برند آلمانی هن، ولی فلسفهشون زمین تا آسمون فرق داره. BMW از همون اول گفته بود که ماشین برای راننده، یعنی هر پیچ، هر گاز، هر صدای موتور، همه برای لذت رانندگی طراحی شده. اما بنز چی؟ اون از همون روز اول گفت ما بهترینیم یا هیچ، یعنی لوکس‌ترین، راحت‌ترین، با کلاس‌ترین ماشین دنیا. ولی BMW دنبال آدرنالین توه، از اون طرف بنز دنبال آرامش شاهانته. دو مسیر متفاوت اما هر دو فوق‌العاده. طراحی BMW انگار داد میزنه من سریعم. اون جلو پنجره معروف خودش، خصوصا تو مدل‌های جدید، خطوط‌های تیز، بندهای اسپورت و نورپردازی خفن، یه حس خشن کنترل شده داره. ولی از اون طرف بنز همه چیز نرم‌تره، لوکس‌تره. انگار داری به اثر هنری نگاه می‌کنی. داخل کابین نور محیطی، صندلی‌های نرم و صفحه نمایش خمیده. یکی فریاد میزنه هیجان، اون یکی میگه آرامش. تو کدوم طرفی؟ اسپورت یا لوکس؟ عملکرد و تجربه رانندگی اینجاست که BMW قوقا میکنه. فرمانپذیریش دقیقا مثل ساعت سوئیسه. احساس جاده انگار بخشی از ماشین شدی. صدای موتور، پاسخ گاز، تعویض دنده، همش با هدف هیجان طراحی شدن. اما بنز از اون طرف همه چیز نرمه، بی صدا، آروم. تعلیقش مثل بالشت روی جاده است. تو بنز رانندگی نمی‌کنی، سلطنت می‌کنی. یکی برای اسپورت سوارا و اون یکی برای لذت بردن از مسیر. سوال اینه، تو دنبال چی هستی؟ هیجان یا آرامش مطلق؟ فناوری، امکانات، تکنولوژی در حد سفینه فضایی. بنز هوش مصنوعی داره. با سیستم MBUX میتونی حرف بزنی و جواب میده. نورها، ماساژ صندلی، صدا، همه هماهنگن. اینجا BMW هم بیکار نیست. سیستم درایوش یکی از دقیق‌ترین و سریع‌ترین رابطه هاست. همه چیز برای تمرکز روی رانندگیه. هر دوتا از ایمنی، ترمز خودکار، کمک راننده تا پارک خودرو دارن. یعنی آینده همین الان جلوی چشمت ایستاده. خب حالا برسیم به بخش دردناک ماجرا، قیمت. هر دو برند گرونن، ولی بنز معمولاً یه ذره لوکس‌تره و گرونتره. اما از اون طرف BMW معمولاً افت قیمتیش کمتره و هیجان رانندگیش بیشتره. نگهداری سخت‌تر از ماشین‌های معمولیه، ولی اگه اهل عشق به ماشین باشی میارزه. اگه دنبال رانندگی واقعی و صدای موتور و هیجان و لذت کنترل ماشین، BMW مال توه. ولی اگه دنبال نرمی و سکوت و لوکس بودن و حس پادشاهی، بنز انتخابته. در نهایت هیچ برنده‌ای نیست، چون هر کدومش یه دنیای خاصه. پس فقط یه سوال میمونه، تو کدوم دنیا زندگی میکنی؟ BMW یا مرسدس بنز؟